میبینم که همتون عاشق مارکوس شدین و درخواست داده بودین که با مارکوس خیلی ویدیوهای بیشتری بسازن، ولی امروز یه اتفاق خیلی عجیب غریب و غیر منتظره قرار بیفته. رفیقمون مارکوس قرار بشه رئیس جمهور شهر لس سانتوس، ولی با اتفاقای خیلی عجیب غریب و آخرش هم وقتی متوجه میشم که مارکوس شده رئیس جمهور، یه اتفاق خیلی عجیبی توی لس سانتوس میفته. مطمئنم که شما هم ببینید خیلی تعجب کنید. پس بدون معطلی برو بریم. بچه رئیس جمهور شهر لس سانتوس، بذار ببینم چی داره میگه. سلام به همه مردم شهر لس سانتوس. خیلی خوشحالم که بعد از مدت دارم با شما صحبت میکنم. قرار از این ببین شهرمون پیشرفت بکنه، قرار تکنولوژی رو ارتقا بدیم. یا خدا حاجی، بمب بود به خدا خورد تو ساختمون. حاجی صدای چی بود؟ یا خدا این چی بود حاجی؟ یه چیزی انگار افتاد تو پشت بوم خونه. زنگ دره آقا. صدای چی بود؟ زنگ در رو کی زد؟ به خدا خونم آقا نابود شد، خونه نابود شد. یه چیزی خورد تو سقف. کی؟ سلام رابرت تو بودی اومدی؟ سلام فرانکلین، چطوری؟ دلم برا تنگ شده بود. سلام رابرت به خدا فکر کردم حاجی یه بمب چیزی خورد تو ساختمون خونمون. آقا تو کی اومدی؟ چی شد حالا از این ورا؟ منم دلم برا تنگ شده بود. کجا بودی؟ من داشتم بازی میکردم. بازی میکردی؟ چی بازی؟ مگه تو گیم هم میزنی؟ داشتم شاخ بازی میکردم. ای بابا مارکوس جان شروع نکنی که بیا تو خیلی خوشحال شدم، ولی واقعا ترسیدم حاجی. فکر کردم بمب چیزی خورد تو خونمون. نترس فرانکلین، من بودم. آره الان دیگه نمیترسم. بیا تو با مارکوس. چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ این چیه نگاه میکنی فرانکلین؟ مارکوس این رئیس جمهور شهر لس سانتوسه. یعنی چی؟ یعنی این که ببین رئیس جمهور دیگه، مثلا اون قانونا رو اون کنترل میکنه، مثلا کارهای شهر و اینا. انگار رئیس کل شهر دیگه، یه همچین چیزیه. رئیس گنگ شهره؟ نه رئیس گنگ شهر که نه. ببین این رئیس کل جزیره لس سانتوسه. میدونی چی میگم؟ رئیس جمهور دیگه. رئیس جمهور تا حالا نشدی؟ شما ندارین؟ من میخوام رئیس جمهور شم. تو هم میخوای که نه دیگه مارکوس، تو نمیتونی رئیس جمهور شی. میخوام که نیست. ببین باید درس بخونی، تحصیل کنی، مدرکش اینا رو داشته باشی، بعد اینکه باید بلد باشی دیگه. الکی که نمیشه رئیس جمهور شد. بعد باید یه کاری بکنی که مردم بهت رأی بدن. همینجوری الکی که نمیشه مارکوس جان. من میخوام. خب ببین من نمیدونم دیگه. اگه میخوای رئیس جمهور شی مارکوس، باید اول بری درس بخونی، نمره‌های خوبی داشته باشی، رتبت بالا باشه تا بتونی رئیس جمهور شی دیگه. کجا برم درس بخونم؟ من بلدم. تو بلدی که واقعا درس خوندن بلدی؟ ببین لوکیشنشو بهت میفرستم، به اون پی سی می که داری به اون میفرستم. برو اونجا با مدیر مدرسه حرف بزن، بگو از طرف فرانکلین اومدم میخوام رئیس جمهور شم، چه مدرکی رو باید بگیرم؟ اسمم بیره. آره تو برو ببینم ان شاءالله مدرک تو میگیری یا نه دیگه. اوه غذا رو گذاشتم تو فر الان میسوزه. بچا این مارکوس هم خوشه. آخه مارکوس چون تو مگه میتونی درس بخونی؟ بعد از سیاره دیگه اومده میخواد رئیس جمهورم تازه برا ما بشه. برم رئیس جمهور بشم، سوار موتورم بشم، بریم رئیس جمهور شیم. فرانکلین اشه بهم یاد نداد، گفت باید بریم مدرک بگیری. منم میرم مدرک بگیرم تا یه رئیس جمهور خیلی خوب بشم. خیلی خوب فکر کنم رسیدم، باید بیام اینجا. اینا هاشش این یارو کیه؟ بیرم باهاش حرف بزنم. سلام آقای محترم، خوب هستین؟ سلام، خسته نباشید. چقدر لباس عجیبی داری. به شما ربطی نداره، من اومدم رئیس جمهور شم. اومدی رئیس جمهور شی؟ جان پسر جان فکر کنم اشتباه اومدی. من رفیق فرانکلینم، به من گفت که بیام اینجا درس بخونم رئیس جمهور شم. فرانکلین میشناسم. بله خیلی خوش اومدین. خب آخه برای اینکه رئیس جمهور بشین باید شما درسش اول بخونین، بعد امتحان بدین. اگه نمراتتون خوب بود قبول بشید دیگه. من درسشو بلدم، میخوام امتحان بدم. امتحان میخوایم بدین؟ جدی درسشو بلدین؟ بله. خیلی خوب، بیام بریم تشریف ببرین داخل، من یه امتحان بگیرم ببینم نمرتون چند میشه. فقط یه چیزی. بله بفرمایید. شما کلتون شبیه یه چیزیه. کله من؟ کلم شبیه مگه چیه؟ خیلی خوشفرمه. کلت شبیه شاقه. بقید مارکوس، بذار ببینم امتحان چیکار کردین. همه جوابا درسته؟ همشو درست جواب دادی. واقعا شما درسشو خوندین؟ من که به شما گفتم بلدم، شما حرف منو گوش ندادین. من معذرت میخوام آقای مارکوس. اسمتون مارکوس فکر کنم، درسته اینجا نوشین؟ بله اسم من مارکوسه. اسم تو چیه؟ اسم من آقای فرده. آقای فرد خیلی بدی دیگه.
دوست ندارم نانای. دوستم نداری؟ آخه من کاری نکردم. ولی آقای مارکوس نمراتون خیلی خوبه. اینجام نه من نانای میخوام. نه خب غذای ژاپنیه یا چیه؟ ما نداریم. نه آدم احمق بیشور خنگ سیبیل سفیده کت قهوه‌ای بیشور. آقای مارکوس چرا فوش میدین؟ خب جدی من نمیدونم نانای چیه. ولش کن مدرک منو بده. بله مدرکتون بله بفرمایید خدمت شما. چخ ممنون خداحافظ. من دیگه برم. من دیگه مدرکمو گرفتم رئیس جمهور شدم. من میرم پیش فرانکلین. خوش گردن. من مدرکمو گرفتم. به چی نگاه میکنی؟ بزنم بمیره احمق بیشور. بچه ها بریم پیش فرانکلین. بریم که میخوام بهش مدرکمو نشون بدم. برو بریم فرانکلین. من اومدم. درو باز کن. وای خسته شدم خوابم میاد. فرانکلین کجایی؟ خیلی خوب گلدونام صدای مارکوسه. صدای در اومد. مارکوس تویی؟ یکی اومد. سلام چطور مارکوس جان خوبی؟ چه خبر؟ مدرسه چطور بود؟ فرانکلین من مدرک گرفتم میرم رئیس جمهور شم. مارکوس مدرکتو گرفتی؟ یعنی به این زودی مدرک دادم بچا داره الکی میگه. خب خیلی مبارکه. میخوای همین فردا صبح رئیس جمهور شی؟ آره فرانکلین. آره بیا فردا گوشیم داره زنگ خورد. شما ناشناس؟ بله بفرمایید. سلام آقای فرانکلین. سلام آقای مدیر مدرسه است. خوب هستین؟ وای بچا مارکوس شلوغ نکردی که زنگ زدم به من. آقای مدیر مشکلی پیش اومده؟ نه آقای فرانکلین خواستم میگم که این آقای مارکوس از سمت شما اومده بود. یعنی رفیق شما بود؟ مارکوس بله رفیق من. شلوغ کرده یا کار بدی کرده؟ من معذرت میخوام. نه خواستم بگم که خیلی پسر باهوشیه. خیلی باهوشه؟ از چه لحاظ؟ هیچی اومد اینجا گفت که میخوام رئیس جمهور شم. منم یه آزمونی ازش گرفتم که ببینم مثلا اون مدارک لازم برای رئیس جمهور شدن رو داره یا نه. همشو قبول شد با بالاترین نمره. حتی نمرهش هم از رئیس جمهور خود کشور لس آنتوس هم بالاتره. چی؟ آقای مدیر چی داره میگین؟ یعنی نمره هاش بالا بود؟ یعنی همه رو قبول شده؟ بله آقای فرانکلین بهتون تبریک میگم. خیلی پسر باهوشیه. چطور؟ آخه مگه مارکوس مگه بلده؟ درس مگه بلده این؟ خواستم بهتون بگم که مطمئنم شهر جدیدمون، مطمئنم که رئیس جمهور جدیدم قراره یه آدم خیلی باسواد حرفه‌ای باشه. خیلی ممنون آقای مدیر. کاری ندارین؟ نه ممنون خداحافظ. سلام برسونید به آقای مارکوس. چش حتما. حاجی باورم نمیشه. مارکوس تو واقعا یعنی رفتی نمره ها رو گرفتی مدرک رو گرفتی الان؟ بله آقای فرانکلین بیا بگیر اینه مدرک بیشور. ببینم چه فوشم دادی. ببینم مدرک تو. حاجی واقعا مدرک رو گرفته. تو آخه چطوری مگه درس ما رو بلدی؟ خیلی راحت بود فرانکلین. من همشو بلد بودم. آقا واقعا که خیلی عجیبه مارکوس. من که واقعا گیج شدم. یک روز بعد من میخوام رئیس جمهور شم. زود باش کمکم کن. ببین مارکوس آخه رئیس جمهور شدن الکیه مگه بابا؟ همینجوری نمیشه که تو بگیم رئیس جمهور میشی. ببین مارکوس تازه پول خیلی زیادی هم میخواد. خب من پول دارم. نه دیگه ببین پول زیادی. تو الان مثلا پولی که آوردی گذاشتی تو خونه من فقط 1 میلیون دلاره. خیلی بیشتر میخوایم. خب فرانکلین من یه دونه تفنگ دارم. هر چقدر به هر چی بزنم 2 تا میشه. چی؟ یه دونه تفنگ داری که به هر چی تیر بزنی 2 تا میشه؟ یعنی چی مارکوس؟ منظور چیه؟ بذار برم بیارمش. بیار ببینم چی میگی. خب مارکوس جان الان این پولی که آوردین 1 میلیون دلار. الان یعنی تو با اون اسلحه مخصوصت به این تیر بزنی میخواد 2 تا بشه. یعنی 2 برابر میشه 2 میلیون دلار. بله آقای فرانکلین میشه 2 برابر. باشه حالا بزن ببینیم. آقا ما که باور نمیکنیم. فرانکلین جان اینجا رو نگاه کن. با این تیر بزنم 2 برابر میشه 1 2 3. بفرمایید خدمت شما 2 برابر شد. حاجی پول 2 تا شد. مارکوس خب تو این هم مدت اینو داشتی چرا به من نمیگفتی؟ برای چی باید به تو بگم؟ نمیخوام بگم. برای خودمه دیگه. دوست ندارم. بابا دوستم نداره چی؟ مگه من چیکار کنم بچا؟ باورم نمیشه. یعنی با این طرفه ما الان یه پول بی‌نهایت داریم. خب مارکوس وایسین بچا این الان واقعا مدرکشو گرفت. واقعا پولم داره برای رئیس جمهور شدن. ببین مارکوس آخه یه شرایط خاصی داره. میدونی چیه؟ هر کسی که رئیس جمهور میشه به مدت 4 ساله. خب یعنی این 4 سالش باید تمام بشه. من یعنی که حالا رئیس جمهور خودش بره کناری انصراف بده مثلا جایگزینش کسی که جانشینشه اون رئیس جمهور میشه. من یعنی که جانشینش باشه اون رئیس جمهور میشه. میگم همینجوری الکی نمیشه رئیس جمهور شد. خب من میرم یه کاری میکنم رئیس جمهور انصراف بده. نه دیگه خب مارکوس چون رئیس جمهور چرا باید انصراف بده؟ انصراف نمیدن که. این 4 سال فعلا رئیس جمهوره. یا باید انصراف بده یا مثلا یه دلیلی باشه که انصراف بده. مثلا شهر به هم بریزه مردم ناراضی باشن و اون موقع مثلا رئیس جمهورم انصراف بده. اسم میرم با رئیس جمهور حرف بزنم. میری با رئیس جمهور حرف بزنی؟ مارکوس چی داری میگی؟ وای باور
نمیشه بچه، این میخواد واقعا رئیس جمهور شه. ببین من اصلا خونه‌شو نمیشناسم ها. نشناس، تو یه آدم احمق بیشور خنگی. بابا مارکوس جان چرا به من میگی خنگی؟ بابا به خدا ببین جدی خونه‌شو نمیشناسم آخه. اسم من با تو قهرم، میرم خونه برای خودم نانای بذارم. دستگاه کو، بیا 1 2 3. تاجی رفته خونه جدی داره میرقصه، داره نانای میکنه. مارکوس بیا برو بابا، داری چیکار میکنی تو؟ الان میرم خونه رئیس جمهورم پیدا میکنم. الان زنگ میزنم به لستر جواب بده. پسره توپل عینکی خوشگل گوگولی مگولی لب خوردنی. الو سلام لستر. سلام، چطوری مارکوس جان؟ خوبی؟ چه خبر مارکوس؟ دلم برات تنگ شده بود. شماره ما رو از کجا آورده بودی؟ شماره تو داشتم لستر ماچ میخوام. ماچ میخوای؟ از پشت تلفن بیا. چه اینم ماچ برای شما مارکوس جان. چه خبر؟ چیکار میکنی؟ لستر خونه رئیس جمهور کجاست؟ خونه رئیس جمهور رو میخوای چیکار مارکوس؟ میخوام برم باهاش حرف بزنم. میخوای بری با رئیس جمهور حرف بزنی؟ چه حرفی؟ به من بگو خونش کجاست. سوال پیچ نکن بیشور. باشه ببین لوکیشنشو برات میفرستم. آفرین پسر توپل خوردنی هلوی من. به من میگی هلو؟ بله خدافظ، لوکیشنو بفرست. خیلی خوب فکر کنم رسیدم. رئیس جمهور خونش اینجا میشه. بذار برم باهاش صحبت کنم ببینم من میتونم جایگزینش بشم یا نه. برو بریم. بچا مارکوس دیگه، از دست این مارکوس آدم نمیدونه چیکار کنه. من این پولا رو برم جمع کنم بذارم توی خونه. الان هوا بادی میشه و لستر داره زنگ میزنه. الو جانم لستر. فرانکلین میگم این مارکوس رفت خونه رئیس جمهور. آره من لوکیشنشو بهش گفتم نمیشناسم، الکی گفتم. اگه زنگ زد بهت گفت لوکیشن نگی یا. به من همین یه نیم ساعت پیش زنگ زد، لوکیشن رو گرفت رفت خونه رئیس جمهور. تو لوکیشن رو دادی بهش؟ آره دیگه لوکیشن دادم رفت. خب چیکار کنم؟ وای لستر از دست تو الان مارکوس میره. رئیس جمهور روسانتوس هم به فنا میده. ای خدا. باشه خداحافظ. آقا از دست این 2 نفر الان لستر لوکیشن خونه رئیس جمهور داده. الان مارکوس هم رفته پیشون. خدا به دادم برسه که اتفاق بدی فقط نیفته. بکنم پیداش کردم. اینها اینجا وایساده. سلام آقای رئیس جمهور، خوب هستین؟ حال شما آقای رئیس جمهور چه خبر؟ سلام، خسته نباشید آقا. چه لباس عجیب غریبی تو تنتون دارید. خوب هستین شما؟ بله آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور میخواستم که انصراف بدین. انصراف؟ پسر جان چرا باید انصراف بدم؟ شما الان دقیقاً چقدر پول در میارین؟ درآمدی بخوای حساب کنی الان درآمد من واقعا خوبه. ماهی 10 میلیون دلار پول در میارم. آقای رئیس جمهور من به شما 50 میلیون دلار میدم، شما بکش کنار. 50 میلیون دلار بهم پول میدی؟ این پول از کجا آوردی؟ من آدم پولداریم، با من بحث نکن. بحث نکنم؟ شرمنده پسر. میگم خب برای چی باید انصراف بدم؟ چرا چه اتفاقی افتاده؟ من میخوام رئیس جمهور لوسانتوس بشم. شما با این لباسم مگه چشه؟ به شما هیچ ربطی نداره. مگه من میگم که کله شما شبیه ای بابا، شما مگه رئیس جمهورشین چه رئیس جمهور بیادبی میشین؟ دیگه به تو ربطی یخته. باشه، ولی خب این مبلغ که میگیم باید یه دلیلی باشه. یعنی من یه کاری بکنم که مردم راضی باشن که من انصراف بدم. خب من نمیتونم یه کاری بکن دیگه. میتونم یه کاری بکنم به این کسایی که تصفیه هوایی ندارن، یه کاری بکنم که شهر یکم هواش آلوده بشه. مردم که اعتراض کردن بگم من انصراف میدم. آره پس شما آب و هوای اینجا رو آلوده بکن، انصراف بده من رئیس جمهور بشم. باشه، فقط اون 50 میلیون دلاری که گفتین و یادتون نره دیگه. خیالت راحت باشه، من پولمو میدم بهت. مردی که چاقه گرده شکم گلمبه خوشگل جذاب. یک روز بعد به بیام بشینم اخبار رو ببینم چه خبره. ای بابا من نمیدونم حاجی چی شده بچه، اینقدر هوا گرد و خاک و گرد و غبار. وای آلودگی رو نگاه کن. آقا شهرمون چرا این شکلی شده؟ مارکوس در پنجره رو ببند، اوضاع خیلی به هم ریخته است. فرانکلین بیا بشین اخبار رو ببین، شلوغ نکن پسر. من باعث شدم. آره اینو چی تو باعث شدی؟ تو چیکار کردی مارکوس مگه؟ من اینجور کردم که رئیس جمهور کنار بکشه. یعنی چی رئیس جمهور کنار بکشه؟ یعنی انصراف بده؟ بذار اخبار رو ببینم. مردم شهر لوسانتوس خیلی توجه کنی، اتفاق بدی داره میفته و یه سخنرانی از آقای رئیس جمهور باید ببینیم. سلام به همه مردم شهر لوسانتوس. من واقعا معذرت میخوام، یه اتفاقای خیلی بدی رخ داده و من دیگه نمیتونم جزیره رو مدیریت کنم. مجبورم که انصراف بدم و شما یه رئیس جمهور جدیدی برای خودتون انتخاب کنید. خاموش شو تلویزیون وایس ببینم.
ببینم رفتی به رئیس جمهور چی گفتی این داره انصراف میده؟ بابا رئیس جمهور خیلی خوبی بود. رفتم بهش گفتم که آقای چاق گرده خوشگله کچله کله داشاقی. اینا رو واقعا به رئیس جمهور گفتی؟ بله. بعد بهش گفتم که من کل حقوق ماهی تو چند برابر میدم ولی انصراف بده. ای وای مارکوس تو چیکار کردی از دست تو؟ خب الان شهر رئیس جمهور نداره، الان بچه مردم شهر شاکی میشن که رئیس جمهور داره آب و هوا رو آلوده میکنه. باید یه رئیس جمهور جدید بیاد. مارکوس بعد رئیس جمهور شهرمون عوض شه، چیکار کنیم؟ خب فرانکلین نقشه همینه دیگه، من قرار رئیس جمهور شم. تو قراره بشی؟ وای مارکوس بچه این داره واقعا رئیس جمهور میشه. یک روز بعد، روزی که مارکوس تبلیغات رئیس جمهوری خودش رو شروع کرد. مارکوس واقعا از دست تو من نمیدونم چیکار کنم. بچه نگاه کنی بنرهای تبلیغاتیشو شروع کرده و داره همه جا عکساشو میچسبونه. مارکوس نمیخوای بیخیال شی؟ من باید رئیس جمهور این شهر بشم فرانکلین، من بیخیال نمیشم. بابا یعنی چی بیخیال نمیشم؟ آقا اینجا رو نگاه، چه لوگو هم برای خودش طراحی کرده. مارکوس فور پرزیدنت. ای خدا، عکس بادیگارد. این کت شلوار از کجا تو آوردی؟ یکی از بچه‌ها برام خریده. یکی از بچه‌ها برات خریده؟ مارکوس واقعا داری تو کارهای تبلیغاتی انجام میدی که رئیس جمهور بشی؟ آقا از دست این مارکوس من واقعا فکر نمی‌کردم بچه یه روزی مارکوس بیاد رئیس جمهور شهر لس سانتوس بشه. یکی از عجیب ترین اتفاقایی که میتونه توی شهر لس سانتوس بیفته. آقا ما بریم یکم با سیمیون حرف بزنیم که واقعا دارم دیوونه میشم، از سردرد دارم میمیرم. خیلی خب بچه رسیدیم میشه سیمیون. شهرم چه خلوته. ببینیم آقای سیمیون عزیز چیکار میکنه. سلام، چه خبر سیمیون؟ خوبی؟ سیمیون جان کمکم کن. چطوری سیمیون؟ خوبی؟ چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ سلام، چه خبر فرانکلین؟ به سلام آقای رئیس جمهور جدید. رئیس جمهور جدید چی داره میگه سیمیون؟ این فعلا رئیس سیمیون اون چی چسبوندی اونجا؟ بانره دیگه، رأی ما فقط آقای مارکوس. رأی ما فقط آقای مارکوس. اینجا هم چسبوندی این عکسو؟ حاجی چه عکس؟ مارکوس بود شلوارم بهت میاد شیطون. من خیلی خیلی گویچکم میدونم فرانکلین. مشکل که هستی واقعا حاجی. چه کت شلوار، چه سیسی هم گرفته واسه ما. سیمیون اینو من وادارش نکن. آقا این رئیس جمهور شهر به فنا میره. نه بابا، مارکوس داداش خودمونه، چرا شهر به فنا بره؟ اتفاقا شهرمون خیلی هم بهترم میشه. تو هم داری تبلیغش میکنی این رئیس جمهور بشه دیگه. آره آقا این طرف آدم فضاییه، اومده شهر ما، قوانین شهر رو نمیدونه. فرانکلین جان بابا سخت نگیر، مارکوس دیگه هیچ کاری نمیکنه، بیشتر کمک به مردم میکنه، آدم خوبیه. ای بابا به حالا این انتخابات رئیس جمهور کیه؟ فردا دیگه، فردا مشخص میشه. 100% مارکوس برنده میشه. چرا مارکوس؟ تو از کجا میدونی؟ آدمای دیگه هم ثبت نام کردن. نه آخه من مطمئنم، از هر کی پرسیدم از صبح همه طرفدار مارکوسن. واقعا همه طرفدارش؟ مگه چقدر تبلیغات کرده؟ نمیدونم، من که داشتم بالا سر حرف میزدم بهم گفت که $1,000,000 به من پول داده کارهای تبلیغاتیو بکنم. $1,000,000 مارکوس تو پول تبلیغات دادی؟ پول خودمه، به هیچ کی ربطی نداره، به تو هم ربطی نداره فرانکلین. من همیشه دوست دارم نانایی کنم. الان نانایی که حالا به این بحث ربطی نداشت ولی الانم نانایی نمی‌کنی. میگم خب الان یعنی فردا میخواد رئیس جمهور بشه؟ آره دیگه، چشه مگه رئیس جمهورم بشه خیلی خفن میشه پسر. ای داد بیداد. وای بچه مارکوس میخواد رئیس جمهور شهر لس سانتوس بشه. یک روز بعد، لحظه رئیس جمهور شدن مارکوس در GTA. مارکوس رئیس جمهور شهر لس سانتوس. بچه نگاه کنید آقا اینجا چه گل و بلبله. به 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 به. پلیسا رو نگاه کن. آقا مارکوس چون پول خیلی زیادی داره و میتونه پولا رو چند برابر بکنه، بچه همینجوری به مردم داره پولم میپاشه و همین مردم هم دارن عشق میکنن دیگه. اینجا رو نگاه کنید. آقا رفته اونجا هم داره سخنرانی میکنه و چه تیپی هم زده. یا خدا. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به این مراسم. من از این به بعد رئیس جمهور شهر لس سانتوسم. از این به بعد هر کی پول نداشت به من بگی بهش پول میدم. همیشه هم هر جمعه داخل شهر کلی مراسم نانای داریم. نانای ایول هر جمعه هم بچه قراره توی مرکز شهر کلی آدمو جمع کنه و نانای کنه دیگه. قراره بزنن و برقصن. این آهنگ نانایشو نمیخواد ما رو ول کنه. مارکوس میگم بیا بریم خونه دیگه، بس دیگه سخنرانی نمیخواد تمشه. آقا با اجازه ببخشید. کجا دارین تشریف میبرین؟ شما نمیتونین نزدیک رئیس جمهور بشین. آقا رئیس جمهور رفیقمه. این مارکوس رفیق صمیمی خودمه. باشه بفرمایید. همون دیگه آقا رفیق خودمونم نمیتونیم ببینیم. عجب گیری افتادیم. آقا این نگهبان این پشتم هستن. مارکوس دیگه وقتشه بیا بریم خونه دیگه، اینجا زیاد وای نستا. فرانکلین بالاخره رئیس جمهور شدم. آره رئیس جمهور شدی، خیلی خفنه مارکوس. من خودم
الان رئیس جمهور لس سانتوس نیستم. میگم بس دیگه، بیا بریم خونه، بیا بریم. بریم فرانکلین، بریم یکم با هم دیگه نانای کنیم. آره بیا بریم خونه با هم نانایی کنیم. آقا مردم عزیز خیلی ممنون که تو این مراسم شرکت کردید. با اجازهتون ما بریم، فعلا کار داریم دیگه. آقا من که واقعا تعجب کردم مارکوس، تو برای چی شد که اصلا گفتی میخوام رئیس جمهور بشم؟ چون من از یه چیزی خوشم اومد. از یه چیزی خوشت اومد؟ از چی خوشت اومد؟ از اینکه بهم پاپیون دادن خواستم رئیس جمهور شم. از اینکه بهت پاپیون دادن؟ یعنی تو این همه کار رو انجام دادی برای رئیس جمهور شدن که حالا یه کراوات یا پاپیون داشته باشی؟ آره فرانکلین خیلی قشنگه. حاجی باورم نمیشه. خب میگفتی من این پاپیون برات می‌خریدم دیگه، یه کراوات بهت میدادم دیگه، این همه کار برای چی؟ اینجوری خیلی قشنگتره. بیا نانای کنیم، نانای. وای حاجی باورم نمیشه، این مارکوس واقعا دیوونه است. و بچه‌ها اینم بود از رئیس جمهور شدن مارکوس. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه لایک های ویدیو رو به بالای 5000 تا برسونید دوباره با مارکوس ویدیو میگیرم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعدی. بدرود.